بخوان فرزندم رازهای گذشته و آینده را که اکنون از راه دور به تو رسیده است. بخوان از ابدیت تا امروز. بشر تنها در این جهان زندگی نکرده است و در مکانهای مختلف، در زمانهای متفاوت و در جهانهای زیادی زندگی را سپری کرده و در بین هر کدام از آنها پرده ای از تاریکی وجود داشت و اکنون درها باز خواهند شد و تمام گذرگاه‌های تاریکی که از ابتدا وجود داشتند روشن و نمایان خواهند شد. ایمان ما زندگی ابدی را به ما آموخت. حال می‌فهمیم که ابدیت شروع و یا پایانی ندارد، یک دایره بی پایان است. بنابراین طبق قانون دایره اگر تنها یک چیز واقعی باشد، بقیه چیزها نیز واقعی هستند. این جملات در کتاب مردگان مصر نوشته شده است. این کتاب در اصل از جمع‌آوری متون دیوار نوشته های اهرام، لوح‌های سنگی و ورق‌های پاپیروس، سارکوفاژها و وسایل دفن شده با مردگان در قالب 200 فصل نوشته شده است. مصریان باستان تنها یک هدف از نوشتن این متن‌ها در سال 1500 سال قبل از میلاد داشتند و آن هم راهنمایی و نشان دادن مسیر به درگذشتگان خود در دنیای مردگان بود، به نحوی که در مصر باستان بر روی پارچه هایی که جسد با آن مومیایی میشد، بر روی تابوت ها و لوح‌های داخل مقبره بخش هایی از این متن‌ها و وردها را نوشته و بدین ترتیب فرد درگذشته در دنیای مردگان بدرقه میشد. این انسان‌ها بر این باور بودند که فرد درگذشته با خواندن این جملات به آرامش ابدی میرسد و با راهنمایی‌هایی که در اختیار دارد راه خود را در جهان مردگان پیدا خواهد کرد. همچنین در این متن‌ها دستورالعمل‌هایی که فرد قبل از حضور در حسابرسی خدایان باید انجام دهد نیز ذکر شده. نهایتاً فرد پس از گذراندن تمام این مراحل به حضور اوزریس و 42 قاضی آن خواهد رسید تا در دادگاهی سخت و دقیق نسبت به کرده‌هایش در زمان زندگی قضاوت شود. اگر قلب این فرد سبکتر از یک پر باشد، یک فرد درست کار بوده و به بهشت آرامش و پادشاهی اوزریس قبول می شود. اما اگر قلبش حتی ذره‌ای از پر سنگین تر باشد، روح در بدنی دیگر به زندگی بازگردانده شده تا دوباره امتحان خود را پس دهد. در ماه ژوئن سال 1836 میلادی 2 پسر بچه روستایی برای شکار خرگوش به کوهی صخره‌ای به نام آرتوریس در اسکاتلند رفتند. ولی مدت زمان زیادی طول نکشید که توجهشان به یک غار کوچک پنهان شده در 3 تخت سنگ در قسمت شمالی کوه جلب شد. این پسر بچه ها زمانی که وارد غار شدند با 7 تابوت مینیاتوری کوچک که به وسیله میخا در 3 ردیف به دیوار غار متصل شده بودند روبرو شدند. 16 عدد از این تابوت‌ها در 2 ردیف 8 تایی قرار گرفته بودند و در ردیف سوم تنها 1 تابوت قرار داشت. داخل هر یک از تابوت‌ها اشکالی شبیه به انسان با صورت‌هایی نقاشی شده و لباس‌هایی متفاوت قرار گرفته بودند. جادوگری اولین فرضیه‌ای بود که مردم آن دوران به ذهنشان رسید، چون اسکاتلند و به خصوص ادینبرگ تاریخچه سیاهی در بحث جادوگری داشت. به نحوی که میگویند در بین قرن‌های 16 تا 18 میلادی بین 4 تا 6 هزار انسان به جرم جادوگری اعدام و سوزانده شده بودند. یکی دیگر از تئوری‌های عجیب و مرموز در خصوص این تابوت‌ها مربوط به قاتلان زنجیره‌ای است، به شکلی که انسان‌ها تابوت‌ها را مرتبط با قاتلان سریالی معروف اسکاتلند یعنی بورگ و هیر می‌دانند که در آن سالها 17 انسان را به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بودند. با این حال راز این تابوت‌ها هنوز هم برای کسی مشخص نیست و هیچ کس نمی‌داند این تابوت‌ها چگونه و توسط چه کسی و با چه هدفی داخل آن غارها قرار داده شده بودند. تا به امروز بر روی زمین بیش از 100 تونل و شهر زیرزمینی کشف شده. اما این شهر زیرزمینی که در منطقه کاپادوکیای کشور ترکیه قرار دارد، بزرگترین نمونه آن به حساب می آید. با این حال داستان کشف این شهر زیرزمینی به خودی خود بسیار جالب است. مردی روستایی در سال 1993
قصد تعمیرات بخش داخلی از خانه خود داشت و با خراب کردن یک دیوار ورودی این غار بزرگ را در مقابل خود دید. این مرد ابتدا به شدت ترسیده ولی نهایتاً تسلیم حس کنجکاوی خود شد و تصمیم گرفت تا به داخل غار برود. او در ادامه با اتاقهای شرابسازی، روغنکشی، استبل، سالن‌های غذاخوری و معبد و مدرسه روبرو شد و سرانجام پس از گذشت چندین روز ماجرا را به مسئولان کشور ترکیه اطلاع داد. طی بررسی‌های طولانی مشخص شد که آنجا یک غار نبوده بلکه یک شهر زیرزمینی 17 طبقه باستانی بوده که قابلیت سکونت 20,000 انسان را دارد. طبق این گفته‌ها این شهر مربوط به سده اول بعد از میلاد مسیح می باشد که اولین مسیحیان برای فرار از ظلم و ستیز امپراتوری روم به آنجا پناه برده و در این شهر زیرزمینی به زندگی و فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند. همچنین قابل ذکر است که طبق این تئوری تمام 37 شهر زیرزمینی کشف شده در منطقه کاپادوکیا با تونل‌هایی به طول چندین کیلومتر به یکدیگر زنجیروار متصل هستند. تقریباً 2200 سال قبایل سلت که در عصر آهن زندگی می‌کردند، زنی از نژاد خود را داخل یک تنه درخت دفن کردند. یک شنل از پوست گوسفند و شال و چندین هدیه چیزهایی بودند که در داخل مزار او کشف شدند. طبق نظریه کارشناسان این زن تقریباً در زمان خود 40 سال داشته. او فردی سرشناس و ثروتمند بوده چون غیر از لوازمی که قبل‌تر گفتیم، سنگ‌های ارزشمند از جنس کهربا و حلقه‌ها و دستبندهای طلا نیز چیزهایی است که در داخل مزار او کشف شد. در ادامه طی بررسی که بر روی جسد انجام گرفت، باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که این زن فعالیت بدنی زیادی مانند زنان آن دوره نداشته و همچنین با بررسی و تحقیقات انجام شده بر روی دندانها اثراتی از نشاسته و مواد قندی نیز یافت شد که نشان از اشرافی بودن و ثروتمند بودن این زن دارد. این مزار که در زوریخ سوئیس واقع شده تا به امروز قدیمی ترین جسدی است که در این کشور کشف شده. سنگ روزتا یا سنگ رشید در سال 1799 میلادی در مصر و زمانی که سربازان ناپلئون در حال حفاری محل قرارگیری ستونهای یک قلعه بودند کشف شد. این سنگ مرموز که تقریباً 1 تن وزن دارد یکی از مهمترین کشف‌هایی است که تاریخ بشر به خود دیده، زیرا که نقش کلیدی در رمزگشایی خط هیروگلیف باستانی ایفا کرده، به نحوی که تا زمان کشف سنگ روزتا و در ادامه تصاحب آن توسط انگلیسی‌های عصر مدرن هیچ اطلاعاتی در خصوص نوشته‌های باستانی مصر در اختیار نداشته. پس از کشف سنگ روزتا مشخص شد که متن آن به 3 زبان مختلف نوشته شده. قسمت‌های بالا و میانی سنگ به خطهای هیروگلیف و دموتیک و قسمت‌های پایین سنگ هم به خط یونانی کلاسیک نوشته شده است. زمانی که محققان متن‌های بالای سنگ را با متن یونانی آن مقایسه کردند، موفق شدند تا این 2 زبان مرده را باز به حیات بازگردانند و این باعث شد تا هزاران نوشته به جای مانده از مصر باستان اکنون قابل درک و خواندن باشند. به احتمال خیلی زیاد اگر سنگ روزتا به کل وجود نداشت و یا تا به حال کشف نشده بود، بشر هیچ وقت قادر به خواندن متون هیروگلیف نبود. توت عنخ آمون فرعونی بود که در بین سالهای 1323 الی 1332 قبل از میلاد بر مصر حکومت می‌کرد. خیلی زود در دوران جوانی جان خود را از دست داد. توت عنخ آمون که آخرین عضو خاندان 18 مصر به حساب می‌آید، منسوب به یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سلطنتی مصر باستان نیز بود. از این رو تمام کسانی که بعد از او به تخت پادشاهی رسیدند، تلاش‌های زیادی را برای پاک کردن نام او در تاریخ داشتند. اما یکی از مهمترین سوالات در خصوص توت عنخ آمون علت مرگ این فرعون جوان است، به شکلی که پس از کشف مقبره توت عنخ آمون
در سال 1922 میلادی توسط هوارد کارتر در مورد علت مرگ او تئوری‌های زیادی مطرح شد، در حالی که بسیاری از مورخان مصر باستان بر این باور هستند که در اثر سقوط از یک عرابه جان خود را از دست داده. مورخان دیگر معتقدند این مرگ به یک سوء قصد مرتبط است، اما با این حال مشخص شد علت مرگ این فرعون جوان هیچ کدام از اینها نبوده. علت مرگ آنخ آمون از یک بیماری ژنتیکی خانوادگی نشأت می گرفت که مربوط به ازدواج‌های خانوادگی بود که در آن زمان کاملا مرسوم و عادی به نظر می رسید. به این شکل خانواده‌های سلطنتی برای خارج نشدن قدرت از درون خانواده و همچنین خالص ماندن نژاد با خواهر یا برادر خود ازدواج می‌کردند و به همین دلیل بیماری‌های ژنتیکی یکی از مرسوم‌ترین مشکلات موجود در بین کودکان و نسل‌های بعدی این خانواده‌ها محسوب می‌شد. برای مثال طی بررسی‌های انجام شده بر روی دی آنخ آمون مشخص شد که او از نوعی بیماری پوکی استخوان رنج می‌برده. مجبور بوده تا همیشه با عصا راه برود. کشف بیش از 100 عصا در مقبره او دقیقاً این موضوع را به خوبی تایید می‌کند. همچنین طبق نظر دانشمندان این فرعون جوان مشکلاتی دیگر مانند شکاف لب، جمجمه دفرم شده و تضعیف سیستم ایمنی بدن را نیز تحمل می‌کرده و به باور دانشمندان این مشکلات دلایل مرگ او در سنین پایین جوانی را کاملاً توجیه می‌کند. دوستان عزیزم، مرسی که تا آخر ویدیو همراهمان بودید. برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.